درود دوستان، خوش آمدید به اولین ویدیو از چنل من یعنی الکترون. ما امروز اومدیم با هم دیگه هولدر گوشی درست کنیم. شاید کاری براتون پیش بیفته بخواین هم فیلم ببینین هم به کار دیگه‌تون برسین، ولی دو دستتون لازمه. ما امروز اومدیم که این مسئله رو حل کنیم. بریم ما. خب دوستان، ما برای ساختن هولدرتون سیم و چسب که اگه چسب تو خودتون دارین میتونیم با 15,000 تومان یا شاید حتی کمتر با هم داشته باشیم. بریم قبل اینکه بسازینش باید ابعاد سرتون رو دقیق و کامل داشته باشین و به همون ابعاد به اندازه 5 سانت عرض براش کارتون کردم که وقت ویدیو زیر گرفته نشه. باید لای هر کارتون 3 سیم بذارین. این کارتون که برای دور سرتون میخواد بزنین 2 تا بزنین و 3 تا سیم بزنین وسطش که محکم‌تر شه و مقاوم‌تر بمونه. بریم این سیما رو بذاریم. خب دوستان، همونطور که بهتون گفتم مابینشون سیم بذارین که موقع استفاده ازشون در نره و حتما سر و تهش رو یه خورده اضافه تر بزنین و مثل قلابش کنین، چسب بزنین محکم شه، مثل قلابش کنین که موقعی که میخواین قالب سرتون در بیارین یه موقع کارتون آسیبش نرسه یا سیما در نرن. خب بریم بقیه‌اش همونطوری کنیم. خب دوستان، همونطوری که میبینین ما اینا رو سیما رو برش بس کردیم و تمامش که این چسبایی که زدیم رو درستش کنیم، بینشون رو ببندیم و کنارشون هم بزنیم و لایه هاشون رو بذاریم روشون. بریم و برگردیم. خب دوستان، همونجوری که میبینین کارمون تمام شد تا اینجاش. ما همه رو دو لایه کردیم، ولی یه نکته رو بذارید بهتون بگم. این قسمتش که قرار پای دوربین ما بخوره و اینجا قرار گوشی بخوره، اینجا ما 5 تا لایه کارتون گذاشتیم و 2 لایه سیم، 2 تا کارتون سیم بشه واسه که روبروی هم و وسطشون یک دونه کارتون رد شده. این حواستون باشه و پای سرش 2 تا کارتون میخوره که تیزیش به گوشی یا دست ما آسیب نرسونه. ولی یک دونه گذاشتم که جلوی شما چسب بزنن که متوجه بشین چیکار باید بکنین. اول این ستوبم میچسبونین، این رگه هایی که چسبیدین رو قشنگ سفتشون میکنین، ما بینشون پر چسب میکنین. برای این کار از یه چسب تقریبا کوچیک هم استفاده کنین میشه. بعد با کمی فشار. خب دوستان، تو هم به اتمام رسیدش. بعد بریم که اینا رو هم وصلش کنیم و هولدر خفنمون رو داشته باشیم. همونجور که داریم مشاهده میکنین ما کارمون به اینجا کشیدش. این یه تیکش آزاده و اینکه به سر فشار نیاره. بعد دور برش هم چسبکاری شدش. اینجاش برای پایه دوربین برای وصل بشه و جای گوشی. و اینکه این باید اندازه سر خودتون باشه، یعنی سر خودتون اندازه بگیم، بعد برید ساخت کارتونا و دورش و این چیزا. بعد حتما در ادامه ویدیو رو ببینید، لایک و ساب فراموش نشه. بریم که تمامش کنیم. همونجا که مشاهده میکنیم ما به اینجا کار رسیدیم، یعنی آخراش و پایش رو وصل کردیم. اینجا با کمک سیم برش یه جور دوبل زدیم و این شد تا اینجای کار. بریم برش گوشی درست کنیم و برگردیم. که مشاهده میکنیم من ورقا رو برش شدم. به 2 تا لایه زیرین نیاز داریم، یه لایه که یه خورده من دور گوشیمون رو پر کنه و طول عرضش همین با ارتفاعی که میخوایم بهش بدین، ارتفاعی که با قابش میادش، با قاب حتما بزنیم داخل چی. خب بریم اینا رو با هم دیگه چسب بزنیم و بیایم. خب دوستان، همونطور که بهتون گفتم این هم شد تا اینجا کار ما. اینجا جای گوشی میره، شما گوشی نباشیم برده میکنم فقط قابش میذارم. اینجا جای گوشی میشه، گوشی تا انتها میره، قشنگ قابل دیده و این الان به اینجا چسب میشه و به طور دلخواه اگه خواستیم میتونیم محکم تر کنیم و اینجا یه وقتی که چسب خورد چند لایه سیم مثل همین این قسمتش بهش وصل کنین. این دست دلخواهه، پس بریم یه تیکه هم بهش وصل کنیم و برگردیم. همونجوری که مشاهده میکنین کارم به اتمام رسید. همونطور که میبینین یه تیکش یه خورده خراب شد که شما اشتباه نکنید. من اول اینجا چسبوندم که اورم تا آخرش چسبوندم، حتما برین تا آخر و اینم حتما بیشتر کنین اگه میخواین برششتون کار کرده مشکلی پیش بیادش. و برای من این مقدار خوبه، حالا خودتون میدونین. بعد اینکه کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک یادتون نره و کامنت انگلیسی بزنین که صداتون نپره.
و برای دوستانتون هم بفرستین که ما رو ساب کنن و تا درود دیگه.